سلام بچه ها، چطوری؟ خوش اومد به یه ویدیوی دیگه. من بردیا جنگ هستم، اومدیم با یه ولاگ بریم یه ولاگ بگیریم. لایک کنید، سابسکرایب هم کنید، ممنون میشم. حتما سابسکرایب کنید. اولین جا اگه گفتید اینجا کجا تو کامنت برام بنویسید حتما. نوشابه تگری. اینجا شیرازه، خیابان زن. اومدیم هر چی خواستیم بیاین اینجا چی بخریم. خیلی چیه خفنی داره. بچه اینا چی هستن؟ مرکز تجاری آبدوست. آبدوست. خدایم چیکار میکنه با یه اس گذاشتم آبدوست. چه جوی زیبایی، چه جایی. اومدیم امامزاده سید عبدالله عبده شالهای رنگ و رنگ. موتور میخوایم بریم خیرات بگیریم برای همون امامزاده، بریم بگیریم بیایم. بچه ها از اینا گرفتیم. رایگان نیست رو گفتم بخر ببر دختر بهش. بچه ها لیموناد تگری گرفتیم، بریم بزنیم. خب از اینا هیچ وقت نگیرید، به درد نمیخوره. خب بسم الله. اومدیم خیرات یا عبوسا. گرفت تمکن. آهو گرفت آهو. بچه ها خبر خوش، خیرات دادیم تموم شد. خدا وکیلی 100 تومن میدم. اما مثل سگ میدهیم بعد دوره یکی نجرم با مخ میریم توش. اگه گفتید این چیه؟ شلواره. بچه ها کفتر. به از این بیلک ها که میچرخن. بچه ها برق و پریز. بچه ها راستی منتظر ولاگای دیگه هم باش. خب بچه ها قربانتون، خیلی خفن بود اینجا. 4-5 ساعت فقط باشید اینجا. باقلبا و اینا داره. بریم. خب گنگ رسیدیم به جای دیگه. بیا خب بچه دیگه ما ولاگمون تموم شد. منتظر ولاگ بعدی هم باشین. حتما سابسکرایب کنین. خداحافظ.